خدای من، یعنی اگه یه روزی توی مسابقه بین‌المللی شرکت کنم، بخوام براشون مرغ درست کنم، حالا یا کباب یا گریل، براشون این مرینت رو درست میکنم. به هر کی بدی ازت میپرسه پاپیچت میشه چجوری درست کردی. بیا بهت یاد. بریم سراغ آموزش. بچه‌ها بسیار مرینت قویه، بسیار خوشمزه و لذیذه و وقتی شما مرغتون رو با این مرینیت مزه‌دار کنید، 1 هفته توی یخچال مرغتون میمونه بدون اینکه بو بگیره یا بدون اینکه مزه‌ش عوض بشه. اینجا بچه‌ها ما 300 گرم خردل داریم. کاله، بیژن و دلبسته برندهای خوبی هم. من توی کپشن رسیپی با پیمانه هم می‌نویسم که دوستانی که ترازو ندارن بتونن درست کنن. 300 گرم سس خردل، 80 گرم آب لیمو، 3 حب سیب. بچه‌ها اینجا من فلفل دلمه قرمز استفاده میکنم. یا فلفل دلمه قرمز استفاده کنید یا اصلا استفاده نکنید، چون رنگدونه بسیار خوبی داره و خیلی قشنگ خودش رو توی سس باز میکنه، سستون یه رنگ بی‌نظیر میگیره. 1/4 یه فلفل دلمه. سبزی هم که گفتم. بچه‌ها 1 قاشق، ببینید 1 قاشق رب گوجه. رب گوجه به خاطر آنتی اکسیدانی که داره یک نگهدارنده بسیار خوبه. عمر سس شما و عمر مرغ شما رو بالا میبره. 1 قاشق رب گوجه. عصاره مرغ 1 قاشق یا 2 تا قرص عصاره مرغ. فلفل سفید یا سیاه نصف قاشق. آویشن نصف قاشق، برگم میتونید استفاده کنید. زردچوبه 1 قاشق. بچه‌ها اینجا من آب پیاز هم دارم. اگر خواستید همون لحظه استفاده کنید، یعنی مرغتون رو مزه‌دار کنید، آب پیاز رو بذارید. اگه که نه هر موقعی که خواستید، چون این میکروب جذب میکنه، یا اگرم کامل استفاده کردید درشو کامل ببندید. 80 گرم هم بچه آب پیاز دارم. اگر خواستید برای جوجه کباب بزنید آب پیاز رو بیشتر کنید. اگر خواستید برای میگو و ماهی استفاده کنید آب لیمو رو یه ذره بیشتر، چون یک مرینیت همه کار است. برای مرغ و ماهی و میگو بی‌نظیره. یه چیمون نمک هم بچه‌ها 1 قاشق. سس شما بچه‌ها باید هم مزه شوری بده، هم تندی، هم ترشی. و چند بعد جعفری اینا رو میذارم. میکسرمو میذارم رو دور کند که این یهو نپاشه. روشن میکنم، چند ثانیه کار میکنه، آروم آروم اینو زیادش میکنم سرعتشو. اینجا دارم میبینم بچه‌ها، اینجا دارم میبینم زمانی که میچرخه دیدم که گلوله توش نیست. اینجا روغنمو اضافه میکنم. من روغن ذرت استفاده میکنم، هم انزوتره هم راحت پیدا میشه. 300 گرم هم روغن ذرت. ببین اینجوری میریزیم تا این حالت سس پیدا کنه. به 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 به، چی شد بی‌نظیر این لامصب. بچه‌ها هایلایت مرینت رو ببینید. یه سری نکته راجع به پخت بهتون میگم که اونا رو رعایت کنید. یه پخت بی‌نظیر دارید. لایک و سیو و کامنت که بماند. اگه هم از اکسپلور میایید منو فالو کن.